سلام و درود خدمت دوستای گلم. امیدوارم که هر کجا که هستین شاد و سلامت و تندرست باشید. فرید هستم. به چنل یوتیوب خودتون خیلی خوش اومدین. دومین موزیک از آلبوم یین یانگ امروز منتشر شد به نام لیدوکائین از سلطان امیر تتلو. با من همراه باشید بچه ها، بریم که ریاکشن این موزیک رو با هم دیگه ببینیم. و منم مثل شما میخوام برای اولین بار این موزیک رو گوش بدم، چون خیلیاتون کامنت گذاشتید گفتید که موزیک رو گوش ندم. منم احترام گذاشتم، واقعا این سری گوش ندادم و امروز خودم رو خیلی نگه داشتم چون سر کارم بودم، سرم خیلی شلوغ بود، واقعا نتونستم موزیک رو گوش بدم. با هم دیگه بریم این موزیک رو ببینیم و بشنویم ببینیم که چجوریه. اول از همه بچه ها میخوام که کاور رو با هم دیگه ببینیم. خب مثل همیشه آقای دمیرچی و خیشکار خب واقعا هنرمندای خوب کشورمون و دیگه میشه بهشون گفت استاد این کارن دیگه. کاور رو ویژوالیست من هیچ وقت اینو نمیتونم تلفظ بکنم، نمیدونم چرا، خیلی سخته واسم. ویژوالیریز یه همچین چیزاییه. میشه گفت که کاور واقعا قشنگه. میبینید که کاور رو همون جوری که میبینید سلطان داره حرکات کششی و مثل هر روزی که انجام میده، مثل حرکات یوگا و تخلیه بار منفی که انجام میده تو خونه، داره اون کارا رو انجام میده و با 2 بال مشکی زیبا ازش بیرون اومده دیگه. توی مردابی هست که پله داره، حالا توی غار هست و یه چیز مثل هشباه فکر میکنم که دور یا دهن یه هشباه یا دهن یه کود، نمیدونم، یه موجودیه 100% که قشنگ قابل دیدن نیست اون پشت که چیه. من که اینا رو ازش میبینم و اینکه آلبوم یین یانگ بالا و لیدوکائین به نام این موزیک هست. لیریکس و ملودی سلطان امیر تتلو مثل همیشه. ارنجمنت و میکس و مسترینگ که آقا معراج و کلاسیک گیتارش امیر حسین، نمیتونم بخونم، امیر حسین. خب تازه به بند موزیک امیر خان اضافه شده و الکتریک گیتارش هم که زورا هستش که خیلی وقت زورا تو بند سلطان هست دیگه. ساکسیفون که کسوه مثل همیشه. ویولون کسرا عالی و بی‌نظیره. بیس گیتار که مریمه که بازم تو گروه کنسرت سلطانه. پیانو هم که مجتبی اسدپور ببخشید که خیلی زیبا پیانو میزنه آقا مجتبی. من خیلی این بندو دوست دارم و یکی از بهترین بندهای موسیقی ایران و شاید میشه گفت شایدم نه جهان هستن اینا. خیلی هنرمندن، خیلی با استعداد و خیلی بی‌نظیر ساز میزنن دیگه. انتخابای سلطان همه تاپ و پرفکت هستن دیگه. بچه ها موزیک رو بریم با هم دیگه بشنویم، چون خیلی منم اینترستینگ هستم که گوش بدم این موزیک رو و دیگه منم مثل شما برای اولین بار دیگه میخوام این موزیک رو گوش بدم. خب کاور رو برداریم بریم برای شروع موزیک. هدفون رو بذارم. بعضی وقتا خب بعد جوری طبیعت بازیت میده و تو اگه برنده نشی. از کاور که اسمای بچه ها رو نوشته بود معلومه که این موزیک کاملا یک موزیک چی میگن، پر از نوت، پر از آلات موسیقی زنده هستش و یه هنر کامل، یه پکیج کامل از
آلات موسیقی مثل پیانو، ویولون، نمیدونم گیتار کلاسیک، نمیدونم گیتار الکتریک، که همه چی هستش دیگه. خب باید خیلی احساسی باشه و خیلی رومانتیک باید باشه این موزیک. لیدوکائین هم که همون یه چیزی مثل سر میکنه دیگه. یعنی دیدید شما دندون درد دارید بهش لیدوکائین میزنید سر بشه، یا زخمتون لیدوکائین میزنید که سر بشه، 100% این موزیک شما رو سر خواهد کرد. و همینطور منو احتمالاً در طول این موزیک، گوش دادن این موزیک. این بازی هی تکرار میشه و تکرار. نه از اول بریم، ببخشید از اول. خب 1 2 8 صدای پیانو رو بعد جوری طبیعت بازیت میده و تو به. اگه برنده نشی این بازی هی تکرار میشه و تکرار. وگرنه این زندگی لوپ نبوده و نیست. اینطوری که بازنده بودی، اینطوری که بازنده بودی. به صورتت نگاه که میکنم همه غمام میره. اگه همین الان بری میشم منم همین الان تیره. سیاه میشه کل زمین. گفتم وقتی که نیستی دور من، وقتی هستی خوبم انگار میشه رفرش کل تن. خیلی ریزه کاری داره این موزیک، خیلی ریزه کاری داره. یعنی وقتی با هدفون گوش میدی تمام نوتای مثلا پیانو رو، نوتای گیتار رو، همه رو میتونی بشنوی دقت که میکنی. خیلی قشنگ بود. من نمیتونم، چون اولین بار وقتی موزیک رو گوش میدی نمیتونی اصلا تمرکز بکنی ببینی که حالا لیریکس چیه یا موزیک چیه. بعد چند بار خب گوش بدی تا بتونی به در بیاری کارو. دوست دارم ادامه بدم ولی خب دوست دارم هم صحبت بکنم راجع به موزیک. این بدن مال تو، چشم فقط زوم رو تو، هر جا که باشی میبینی. خب تا اینجای کار بچه لیریکس موزیک یه جوریه که داره به آدم میفهمونه که یه نفر میتونه واسه آدم دوای درد باشه، یا حالا مثلا مثل لیدوکائین باشه برای آدم. من یه همچین برداشتی رو تا الان که تقریبا 1 و 10 ثانیه از موزیک گذشته اینو برداشت کردم از لیریکس موزیک و شعر. ملودی هم که واقعا گیرا و یه آرامش خاصی داره بهم میده. حالا بریم ادامه. پر میکنم رو به رو تو قاب چشماتم میبینی که من هر جایی میرم ولی تو دید من نیستی. هر از گاهی بیره چطوری میتونی اصلا منو بی خبر بذاری؟ چطوری میشه تو که خودت یه پا خبر نگاری؟ زندگی بالا پایین داره، با تو بالام بی تو پایین، با تو بالام بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه ولی تو میشی رو زخمام لیدوکائین. آره تو میشی رو زخمام لیدوکائین. زندگی بالا پایین داره، با تو بالام بی تو پایین، با تو. یه صحبتی صدای اسلحه و حالا جنگ اون پشت میاد، یا من اینجوری احساس میکنم، نمیدونم، چون وقتی بک دارید گوش میکنی اون پشت جنگه. یعنی مثلا شاید یکی زخمی شده و احتیاج به لیدوکائین داره واسه مرهم درداش، یا نمیدونم، من اینجوری شاید احساس میکنم. خیلی جالبه. اینو بعد آقا مهراج بشینه یه توضیح و خود سلطان یه توضیح بده که این چیزش چیه، که چرا صدای اسلحه و جنگ میاد اون پشت.
خیلی قشنگه. بالا بی تو پایین با تو رنگی تره، بی تو همش زخمه ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین. آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. منو بی حس میکنی از درد و پر حس اوه کسرا اومد. میکنی از عشق. چه ویالونی. تو میخم رو این مبلو با تو همش ورزش، همش نرمش، همش گردش. به به. دل من اصلا این شکلی نبوده، دل تو اینطوری کردش. شدی خانوم ای خونه و مجبورم کردی منم بشم مردش، بشم یه ارتش. گفتم بشم مردش که بشم یه ارتش. حالا میگم قشنگ جنگ اون پشت خیلی جالبه. چقدرم ملودیش آرامش بخشه. یعنی اینو 1000 تا دردم داشته باشی بشینی گوش بدی قشنگ مثل یه مدیتیشن میمونه واسه ذهنت. قشنگ میتونه آرومت بکنه. چقدر خوبه من هر جایی میرم ببینم حواس تو به من هستش. چقدر خوبه بدیم از جون و از رگ ما به هم ارزش. چقدر سمه بشم ما رو بشی زهرش. چقدر قشنگ من ول کنم این بارو تو به خواست خودت منو بشی جلش. به به چه صدای کفتری اومد. خیلی قشنگه. زندگی بالا پایین داره با تو بالام بی تو پایین، با تو بالام بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین. آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. زندگی بالا پایین داره با تو بالام بی تو پایین، با تو بالام بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین. آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. هی آدم ها برای اینکه همدیگر رو داشته باشن باید پر بشن از هم. و اگه میخوای پر از یه چیز درست و حسابی بشی باید خودتو درست و حسابی خالی کنی از همه. چیز درست و حسابی و اول باید لیاقتشو داشته باشی و بعد باید جاشو خالی کنی تا بیاد. مثال بزنم، مثلا شما میخوای پیانو رویال خوشگل بذاری وسط حال خونت، خب باید اول جاشو داشته باشی و باید سالنتو از میز صندلی اضافه و چیزای کسشر خالی کنی یا نه؟ باریکلا. آدم‌ها برای پر شدن از چیزای خوب و احساسات درست باید خودشونو از آدمای پوچ و حسای کثیف خالی کنن. بله باید لیاقتشونو ببرن بالا قبل. آفرین سلطان. ببین هر موزیکش یه درسه، یعنی یه معلمه برای ما. واقعا خیلی حرف خوبی زد. یعنی اگه میخوای تو به یه چیزای بزرگ برسی باید اول خودتو بزرگ بکنی، بعد جاشونو براشون باز بکنی که بتونن اونا بیان. خیلی جالبه. یعنی اگه شما مثلا میگم یه پارکینگ نداشته باشی چجوری میخوای یه ماشین بخری بذاری تو پارکینگت، یه لامبورگینی بخری بذاری تو مثلا پارکینگت، یه بنز بخری بذاری تو پارکینگت؟ یعنی اول باید اون جاشو داشته باشی. یا مثلا همونجور که سلطان گفت مثال پیانو رو، شما باید تو خونت فضا رو برای اومدن اون پیانو آماده بکنی. وقتی جا نداری کجا میخوای بذاری؟ سرت که نمیتونی بذاری که. یعنی اگه خونت هم کوچیکه بعد انقدر بزرگ بشی که بتونی یه خونه بزرگتر بخری که بتونی مثلا یه گوشش میز بیلیارد بذاری، یه گوشش پیانو بذاری. پس خودت هم باید بزرگ باشی
که بتونی اینا رو داشته باشی. این مثاله، حالا اینا اشیاءن، حالا واسه یه انسان بزرگ توی زندگیت باید خودت بزرگ باشی، یا یه چیزای نعمت‌های بزرگتر توی طبیعت باید خودت خیلی بزرگ باشی که بتونی اونا رو دریافت بکنی. یعنی اون مغناطیس آهنربای اون وجودت باید خیلی قوی باشه که بتونی اینا رو جذب بکنی. اینجوری بود فکر کنم. این که بری رو ترام مدول مورفینت من بودم، همه چی بود رو به راه بهت گفتم همه چی. رپی شد. بذار ببینم از اول یکم عقب‌تر. باید خودشونو از آدمای پوچ و حسای کثیف خالی کنن، باید لیاقتشونو ببرن بالا. قبل این که بری رو ترام مدول مورفینت من بودم، همه چی بود رو به راه بهت گفتم همه چی خوبه، باز یکم ولی صف بگیری تو هم بهم قول دادیم اون شب رو تراس که درست بپوشی و نکنن واسه یه دکون دراست، ولی همه چی یادت رفت. بهت گفتم دور نمونی از این زامبیا، میشه کارت سخت، همه بزن در رو فقط روح کس خارت شفت. گفتم نزا وارد چنینا یا اسکولن یا مار هفت خط حیف دیگه پر شدی از همه طبیعی، من یه دونه کردم آره خستت دیگه، از هر طرف میخوای نزدیکشی میبینی راحت بسته است. کاش میشدی شد باره چه بهت که خالیشی از سطح شهر، کاش سیناتو درست میکشوندی تا میدیدی خودم شب بسطشم، کاش یکم فکر میکردی به آرامش بغل هم، کاش مثل قبلم میشدی تا میدیدی یه بغلتم، کاش اینو درک میکردی که اگه بخوای میشه، کاش میفهمیدی باید آرومت کنم پس بی خود مغزم و بگای چیشه. زندگی بالا پایین داره، با تو بالا بی تو پایین، با تو بالا بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه، ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین، آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. زندگی بالا پایین داره، با تو بالام بی تو پایین، با تو بالام بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه، ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین، آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. زندگی بالا پایین داره، با تو بالام بی تو پایین، با تو بالام بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه، ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین، آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. زندگی بالا پایین داره، با تو بالا بی تو پایین، با تو بالا بی تو پایین، با تو رنگی تره بی تو همش زخمه، ولی تو میشی رو زخمام لید و کاین، آره تو میشی رو زخمام لید و کاین. چقدر قشنگ باری کله که انگار یه سطح لید و کاین رو شیاف کردی. یه سطح چی؟ وای چی شد؟ یه سطح لیدوکاین شیاف یه جوری بیست کنه که انگار یه سطح لیدوکاین رو شیاف کردی. یه سطح لیدوکاین رو مایه میشه شیاف کردی. واقعا من با این موزیک انگار یه سطح لیدوکاین شیاف کردم. قوی پیدا کنی لازم نیست شیاف کنی. اوه شیلنگ پیدا کنی دیگه لازم نیست شیاف کنی. آقا تموم شد مگه؟ چه کامی. اوه خیلی خوب بود. چی بود این آخرش؟ اوه من چی شد؟ تموم شد. 8 دقیقه و 8 ثانیه بود دقیقا موزیک. من تهش دیدم نمیدونستم آخرش چی شد. خیلی قشنگ. بذار آخرش رو بچه یه بار بذارم. ببخشید من واقعا چه کامی گرفت سلطان. باری کلا اینها چه کپسی. باری کلا خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. وای دمت گرم سلطان. با این همه که سر شلوغه واقعا امیرخان. یعنی
چجوری بگم، الان خب واسه کنسرت ها دارن آماده میشن، واسه بزرگترین کنسرتی که فکر میکنم یه ایرانی مثلا گذاشته تو اروپا. خب این کنسرت واقعا خفنه، تو یکی از سالن‌های خفن آلمان که فکر کنم نمیدونم اسمش چیه، حالا اوبنهازره چیه، اصلا نمیشه این کلمات جرمن رو تلفظ کرد. من یکم مشکل دارم فکر میکنم و تمرین کنم تو تلفظ کلمات سخت. خلاصه اونجا کنسرت میخوام بزنن، خیلی دارن تمرین میکنن. اگه شما دیده باشین تو یوتیوب هر روز تمرین و هر روز تتو نمیدونم از اینجور داستاناست. با همین حال باز هم موزیکو نشستن همگی با هم ضبط کردن، موزیک ها همه لایو، همه رکورد شده با نوتایی که حالا ضبط شده. خیلی سخت این کارا و ارگانایز کردنشون واسه یه نفر طاقت فرساست که میبینید امیرخان اصلا صبح تا شب بیدار و ورزش و تتو. یعنی یه آدم چقدر میتونه واقعا انقدر خفن باشه و ما قدر ندونیم. واقعا آدم چی میگن بغضش میگیره از این همه بی‌معرفتی هموطناش و ایرانیا. خب هر کجای دنیا بود الان ایشون هزاران جایزه، هزاران میلیارد دلار پول و آسایش زندگی رو بهش میدادن و کلی احترام و کلی ارج و قرب براش قائل میشدن. ولی خب به قول امیرخان دیگه مثل قبل نمیخواد منفی ها رو ببینه و همون 10 نفر 20 نفر یا 100 نفر 200 نفری که لایو میان یا 2000 نفری که فقط ویدیو ها رو میبینن کافیه براش. اینا واقعی هستن و دیگه چی کار میشه کرد؟ طبیعت دیگه خواسته که انقدر فشار روی یه هنرمند به این خفنی باشه. بچه ها ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودین. من واقعا موزیک رو گوش نکرده بودم، دمو رو گوش کرده بودم که امیرخان داده بود بیرون، یه چند جا معراج گذاشته بود تو پیجش من دیدم، ولی خب موزیک کامل رو واقعا گوش نکرده بودم. گفتم که با هم دیگه گوش بکنیم و یه جذابیت خاص دیگه ای داشته باشه. دمتون گرم، ممنونم که با من همراه بودین. کامنت و لایک یادتون نره. دوستتون دارم دیگه، شما رفیقامین واقعا دیگه. از این همه راه دور از استرالیا من فقط میتونم با شما کانکت باشم. دمتون گرم، ممنونم. شب و روزتون بخیر، در پناه طبیعت، شاد و سلامت و تندرست باشید. خداحافظ.